تا حالا آدمایی رو دیدین که همیشه جلوان، همیشه زندگیشون یک هیچ از بقیه جلوتره. زود میتونن تصمیم بگیرن که الان تو چی اگه سرمایه گذاری کنن موفق میشن. انگار آینده رو زودتر و بهتر از بقیه میبینن. به نظرتون چجوریه که اونا همیشه انتخاب درست رو دارن؟ بالاخره باید یه وجه تمایزی داشته باشیم با اونا دیگه. بریم ببینیم. اولین ویژگی این افراد اینه که اونها تونستن ذهنشون رو به درستی پرورش بدن. یعنی مطالعه زیادی داشتن یا با افرادی در تعامل بودن که بهشون کمک کرده بتونن راههای درست رو در روزهای درست و به موقع برن و به موفقیت برسن. پس یکی از بزرگترین کارهایی که این افراد کردن این بود که ذهنشون رو با چیزهایی پر کردن که به درد بخوره. همه چیزی که توی ذهن پر شده از چیزایی به درد بخور بالاخره یه روزی به درد میخوره دیگه. مورد بعدی این افرادی هستن که هرگز نمیترسن از مسیر پیش رو، هر چقدر سخت و دور از دسترسه، از اینکه ممکنه چالش هایی رو پشت سر بذارن که تا حالا تجربهش رو نداشته باشن، از اینکه ممکنه متحمل یه فشار و یک رنج بیش از پیش بشن، از اینکه ممکنه توی کارشون تنها باشن. اونها فقط مسیر رو میبینن و میرن جلو. برعکس خیلی از ما که هر کدوم از اینا میتونه باعث بشه دیگه ادامه ندیم. مورد بعدی که باید بهش اشاره کرد اینه که اونا ژنشون خوبه، اما نه به اون معنا، به معنی اینکه ژنتیکشون و ساختار مغزشون از ابتدا به یک صورتی هست که میتونن سریع تجزیه و تحلیل بکنن، ذهن کنجکاوی دارن، مسائل رو به چالش میکشونن و بهترین تصمیم رو میتونن در کمترین زمان ممکن بگیرن. پس به خاطر ساختار پایه‌ای مغزشون هست که به این صورت با ما متفاوتن. شما تو کدوم دسته قرار دارین؟ از اون دسته افرادی هستید که خیلی براشون سخته که به موقع تصمیم گیری بکنن و مسیر درست رو انتخاب کنن، یا کسایی هستین که همیشه از بقیه جلوان؟